یه دوستی داشتیم، یه شب بالاخره با هم یه سفر رفتیم. این شبا که می‌خواست بخوابه، من یه شب مچشو گرفتم. شبا که می‌خواست بخوابه اینجوری می‌کرد. دارم ازشون تشکر میکنم. چی؟ گفت از چشمم برای که امروز برام دید، از گوشم برای که برام شنید، از قلبم که وقتی من خوابم اون بیداره داره میزنه. اینا مرخصی نداره. خودتون رو دوست داشته باشین، عاشق خودتون باشین، صبح به صبح دستاتون رو ناز کنین، بگین مرسی که این همه به من خدمت میکنین، مرسی از این پاهایی که منو راه میبرین، مرسی از این بدنی که روح منو تو خودت نگه داشتی. اگه خودتون رو دوست نداشته باشین نمیتونین دیگران دوست داشته باشین. اگه به خودتون احترام نذارین نمیتونین به دیگران احترام بذارین. پس بیاییم از خودمون شروع کنیم، به نقصاتون فکر نکنین، به بخشای خوبتون فکر کنین، به اونچه که بلدین، به هنرتون، به اعتقادتون، به فکرتون.